دلبستگی یک کودک 5 ساله به لیونل مسی بازیکن مشهور تیم ارجنتاین در سایت‌های اجتماعی جهان غوغا برپا کرده است. تصویر این کودک با لباس پلاستیکی که روی آن مسی نوشته شده اولین بار توسط رادیو آزادی به نشر رسید و اکنون این کودک از شهرت جهانی برخوردار است. این کودک 5 ساله مرتضی احمدی نام دارد و باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می باشد. علاقمندی وی به مسی و شوقش به فوتبال او را به کابل کشانید. هرچند مرتضی احمدی به خوبی سخن زدن نمیتواند، اما برای اولین بار در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی مسی را دوست دارد و از مسی میخواهد تا به افغانستان آمده و او را در آغوش بگیرد. مسی را چقدر خوش داری؟ زیاد خوش دارم. مسی اینجا بایا. مسی اینجا بایا؟ یکم به مسی مای از جانم. مرتضی احمدی از مسی می خواهد که توپ و دیگر لوازم مورد نیاز فوتبال را به وی هدیه کند. در این حال محمد عارف احمدی پدر مرتضی احمدی در مورد وی می گوید که کمتر می خوابد و بیشتر به بازی فوتبال می اندیشد. تقاضا از ما از مسی نمیسته که یک استادیوم فوتبال برای ما جور کنه. دیگه توجه طرف مردم ما داشته باشه، مردم افغانستان، البته نه توجه طرف شخصی خود ما. مسئولین فدراسیون فوتبال پس از ملاقات با مرتضی احمدی میگویند که آینده درخشانی در انتظار وی است. یوسف کارگر معاون این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشبختانه مرتضی جانم یکی از او طفلایی هستند که میرن بخیر برای علاقمند برای فوتبال هستند و این انعکاسات خوبی را در سطح میدیا رسانیده. امیدوار هستیم که این انعکاس خوب بتونه یک مومد کمک برای فوتبال افغانستان شود، برای خود از این شود که بتونه یک پلیر شود که از طرف همو کسایی که هستن علاقمند کلاب بارسلونا هستن و اونا بتونه که بخیر یک فوتبالر آینده تیم ملی افغانستان باشه. مانند مرتضی احمدی هزاران طفل دیگر نیز در افغانستان هستند که به بازی فوتبال علاقه دارند و خواهان یک آینده بهتر هستند، اما وضعیت کنونی و مشکلات اقتصادی مانع بزرگی در برابر آنان پنداشته می شود. اما اینکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آینده این اطفال چی خواهند کرد، آیا مرتضی احمدی کوچک و اطفال دیگر که مانند وی شوق و ورزش دارند به رویاهایشان خواهند رسید یا نه، پرسش هایی است که با گذشت زمان با آن پاسخ داده خواهد شد.